اولین کاری که معاویه روی کار آمد، من شخص معاویه رو نمیگم، یعنی جریان امویان در مقابل جریان علویان، من اینجوری میگم دو نوع حکومت در اسلام داریم: نظام امامت و نظام خلافت. نظام خلافت دو تا سمبل داره، امویان، عباسیان. نظام امامت دو تا فقط مدل نشون داده شده است: 10 سال دوران رسول اکرم، 5 سال هم دوران امیرالمومنین. 1 سال هم امام حسن رو نگذاشتن. اولین کاری که معاویه کرد، این عبارت رو خوب دقت کنید، یه عبارتی معاویه دارد شنیدنی است، واقعا عجیبه غریب. در اونجا اینطوری میگه و قال معاویتو فی خلافته الارض لله و انا خلیفة الله فما اخذت فلی و ما ترکته للناس فبفضل منی. خود دقت کن، آدرسش کجاست؟ انصاب الاشراف، جلد 5 صفحه 27. مروج الذهب، چاپ 4 جلدی چاپ کردن، جلد 3 صفحه 53. نثر الدرج، جلد 2 صفحه 142. بعد التذکرة الحمدونیه و کتاب الحجج البالغه. این حرف درست در مقابل حرف علویان. امیرالمؤمنین میگه من عبدم، مال خداست، بندگان آزادن، این لی علیکم حقا و لکم علی حق. اما معاویه میگه اگر هم چیزی از ما به شما میرسد، این فضل ماست، این لطف ماست. خب دقت کنید، این خیلی مهمه. من در خیلی از چیزا صحبت‌های من چاپ هم شده، گفتم در نگاه امامت بشر کرامت دارد، آدم آزاد است، اما در نظام خلافت فقط خلیفه است که از طرف خدا. حالا من تعبیراتم میگم خدمت شما. مثلا خود معاویه در یک جا میگه من افضل از پیامبرم. تعجبم میکنه که چطور جرأت کرد؟ تنها نمیگه که راجع به حج. حالا من آدرسش هم میگم، در دوران عبدالملک مروان تصمیم گرفتن حج را از مکه تبدیل بکنن به بیت المقدس. بعد آمدن گفتن که افراد رفتن قبر نبی را زیارت کنن. احمق، تعبیر اونه دارم میگم، گفت احمق. اینا بیان دور کاخ ما را بچرخن، ارزشش خیلی بالاتر از این است که دور قبر رسول الله بچرخن. خب این اولین کاری است که جناب معاویه انجام دادن. کار دیگری که ایشون انجام داد بعد از صلح امام حسن علیه السلام، وارد کوفه شد، مردم آمدن کنار ایشون. این عبارت تاریخه: دخل علیه هانی بن الخطاب الحمدانی، سعید بن اسود بن جبلت الکندی. وارد شدن، فقال، گفت که ابایعک علی کتاب الله و سنت نبیه، ما با تو بیعت میکنیم طبق کتاب خدا و سنت کتاب خدا. فقال له معاویه ولا شرط لک، وظیفت بیعت، شرط. اون طرف برگشت گفت، چون هنوز ادبیات علی
اهل کوفه بود دیگه، این حرفا رو در کوفه میتونن بگن، در شام کسی جرئت نمیکرد که. طرف برگشت گفت که خب اگر این شرط رو ندارید و انت ایزن فلا بیعت لک، پس تو هم اهل بیعت نیستی. جالبه، معاویه دید اینجا کوفه است، فتراجع، معاویه برگشت و قال ایزن فبایه، بیا بیعت کن، هر چیزی از بالاخره یه چیزی از قرآن میشه پیدا کرد. حالا اینم عرض میکنم، معاویه دید این قضیه رو، بحث قرآن، آمد گفت که افراد حق خوندن قرآن ندارن. ابن عباس گفت که به ما میگه قرآن نخونیم. گفت نه، حالا اگر میخواید بخونید تفسیر نکن. گفت تفسیر نکنیم، گفت تفسیرم میکنید تعبیل نکن. گفت ما تعبیل نمی کنیم، ما آیات رو در کنار هم قرار میدیم. گفت نه، اگرم میخواید تفسیر کنید یا تعبیل کنید، برید به سراغ کسانی که مثل شما تعبیل و تفسیر نمی کنن. عبارت رو دقت کنید. خب من ندیده بودم، مدت ها بود دنبال میگشتم که میگن معاویه روز جمعه، روز چهارشنبه نماز جمعه خوند. برام عجیب بود، یعنی چی؟ خیلی جالبه. تصریح حالا من مدارکش مرز میکنم. مروج الذهب جلد سوم صفحه 41، وقتی که خلافت معاویه بن سفیان را میگه، اونجا دارد که معاویه روز چهارشنبه نماز جمعه خوند. علتی هم که میخواستم برن مسافرت اونجا داری که دیگه میخواستم برن مسافرت، گفتم که نمیشه نماز جمعه نخونم، باید نماز جمعه بخونم و بعد برم، چون در مسافرت که نمیشه. که نگن نماز جمعه. اما خیلی جالبه. بعد غیر از این قضیه النصایح الکافیه هم هست و مدارک دیگری هم باز وجود داره که این مدارک کاملا نشون میده که معاویه براش جابجا کردن دین، جابجا کردن احکام، این خیالش نبود. یعنی جامعه را طوری ساخته بود که خیلی عذر میخوام، او که تنها که نماز نمیخوند که یکی احمقم پیدا میشد میامد نماز بخونه. خودم چهار بکنه، یعنی بازی کردن با دین. یکی دو جمله هم عرض بکنم که انشاءالله ادامهش میمونه برای روزهای بعد. 4 در کتاب النصایح الکافیه آمده است، صفحه 116 میگه اتخذ لعن امیر المؤمنین علیاذ بالله صلی الله علیه و سلم سنتا فی الدین. یک تا آدم ناسزا بگه، یک تا اصلا سنته. این خیلی مهمه. حتی جالبه، حتی ورد انه اذا ترکها بعضهم، اینقدر جا انداختن قضیه رو، وقتی که بعضی ها نمی کردن ساهن ناس ترکت سنت، مردم اعتراض میکردن چرا سنت رو ترک کردی؟ محمد ابن عقیل میگه اجمع اهل همس فی زمن ما علا ان الجمعه لا تصح بغیر لعن ابی طلحه. اجماع درست کردن، گفتن بدون لعن علی نماز جمعه اصلا باطله. شما حساب بکن. عمرو بن شعیب میگه ویل للامه رفعت الجمعه، رفعت الجمعه و ترکت اللعنه و ذهبت السنه. ایشون تعبیرش دیگه جمعه نیست اگر لعن نباشه. خب شما ملاحظه کنید رسول اکرمی که طبق آیه مباهله، طبق میگه انا و علی من نور واحد، کار به جایی میرسد که مسلمان میاد میگه که علی را لعن نکنی نمازشون باطل. این دیگه خود عمرو بن شعیب میگه ولم ما خطب الخطیب و بذالک بیجام صنعا در یمن قام الیه ابن محفوظ
و قال قطعت السنه، قال بل هی البدعه. اون طرف گفت بلکه بدعت بوده. طرف بلند شد گفت میرم شام، اگر دیدم خلیفه هم این کار رو کرده شما از او تبعیت میکنید، شام رو به آتش میکشم به خاطر اینکه چرا لعنت ترک کرد. اون تعبیر این در کجاست؟ غایت الامالی در احداث سال 99 از هجرت. خب شما حساب بکنید جامعه‌ای که اینجوریست، یعنی مردم در این جامعه به نام دین دشمنی با علی بن ابی طالب رو برای خودشون سنت میدونن، تکلیف میدونن. داستان استلحاق زیاد بن سمیه را که آقایون اون را خوندن، من دیگه نمیخونم، 1 دقیقه 1-2 دقیقه باقی مونده، یه جمله عرض میکنم. ششم، مغیرت بن شعبه تعبیرش اینه. یه روز به معاویه گفت که اینک قد بلغت سنا، پیر شدی یا امیرالمومنین فلو اظهرت عدلا، اگر یه مقدار رفتار تغییر میدادی، عوض میکردی و بسطت خیرن، منشأ خیر میشدی، فانک قد کبرت، بزرگ شدی، پیر شدی. برای نظرت الی اخوت که من بنی هاشم، اگه یه توجه به بنی هاشم میکردید، فوصلت ارحامهم فوالله ما عندهم الیوم شیء تخافوا، الان دیگه اونها طوری نیستن که شما از اونها بترسید، چه کاری از دستشون نمیاد. بعد هم گفت اگر این کار را بکنید ثوابم داشته باشید. معاویه چی گفت؟ گفت هیهات هیهات ای ذکر ارجو بقاءه. گفت عمر 10 سال حکومت کرد اسمش نیست، ابوبکر 2 سال خورده حکومت کرد اسمش نیست، عثمان نیست. هر روز اسم رسول اکرم رو میگن، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. عین تعبیرشه، یا لا والله الا دفن دفن، بگید اسم پیر دفن. این کجاست؟ شرح نهج البلاغه جلد 5 صفحه 130، نصایح کافیه صفحه 124، مروج الذهب جلد 4 صفحه 44-45. در حالات خلافت مأمون از حالا انشاءالله راجع به بنی عباس هم عرض میکنم. بنی عباس گندتر است و بدتر از بنی امیه است. جز مأمون یه مقدار اوائلشون آمدند و یه مقدار قضیه رو تغییر دادن، اما شما به دوران متوکل عباسی مجددا این رو زنده کرد، ناسزا به علی بن ابی طالب رو و مدح ابوبکر و عمر. خب حالا من سیر انشاءالله عرض میکنم، حدود 40 مورد با منابع عرض میکنم خدمت آقایون. 40 تا مورد شما دیگه ببینید که روزی که امام حسین خواست قیام کنه چیزی از اسلام رسول اکرم باقی مونده بود. اگر امام حسین حرکت نکرده بود مطمئن باشید که امروز ما در دنیا اسلام معاویه میشناختیم. از رسول اکرم خبری نبود، از علی خبری نبود، از اهل بیت خبری نبود. هر چه داریم از حسین داریم. سلام الله.